از مشرف جان سوال آمده است در چت. نوشتند که همین حیوانی را که به نام الله ذبح کند حرام است. همین گوشت مرغ را چند ملاها حرام گفتند. چی میگوید شما در این مثلا؟ گوشت مرغ هست یا گوسفند است یا اسب است، هر حیوانی که هست اگر الله تعالی حلال کرده باشد، شرط دیگر این که طبق ذبح شریعت ذبح شده باشه، طبق دستور شریعت ذبح شده باشه. از جمله الله تعالی میگه که ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، شما نخورید از آن حیواناتی که در وقت ذبحش نام الله تعالی ذکر نشد، بسم الله الله اکبر گفته نشد، یا اقلا بسم الله کفایه هست. رفت و اگر الله اکبر گفتم به جا میبیاد، بسم الله گفتن فرض است، یعنی نام الله تعالی ذکر کرده شود. الله اکبر هم گوید مستحب است، رفت و بسم الله گوید کفایه است. اقلا نام الله تعالی ذکر شود. اگر ذکر نشود الله تعالی صراحتا نخورید گفت در قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر سگی تعلیم داده شکاریت را فرستاند و نام الله تعالی را ذکر کرده بخور، اگر ذکر نکردی نخور گفتند. بنابراین از جمله حرام ها میشد، یعنی من کرده های الله تعالی میشد. نخورید از آن گوشتی که در وقت ذبحش نام الله تعالی ذکر نشد گفت الله تعالی. اگر ندانند چی داملو، ندانند که دولتی به نام مسلمانی است، قصاب ها به نام مسلمان هستند، اما نمیدانند که ذبح چگونه شده است. اگر در دیار مسلمان ها باشند، اصل اینکه ذبح آنها طبق شریعت است. اما در یک کشور زندگی میکنند که اونجا مثلا روسیه، حتما باید از گوشت حلال از مسلمان هایی که میدانند و میدانند که آنها به طریق شرعی ذبح میکنند از آنها خورند. اما در دیار مسلمان ها اصل اینکه آنها باید طبق شریعت عمل کنند. بنابراین قصاب ها از الله تعالی ترسید. قصاب ها باید نمازها را در وقتش خوانید و در وقت ذبح قاعده های کامپیوتر رو نگویید. یک جمله، یک کتابچه نخوانید کیمچی های بی معنا. بسم الله الله اکبر گویید کفایه، دیگه یگان سخنی زیادتی نگویید. اون چیزی که استادتان یاد داد، پیرتان یاد داد، دروغ است. بسم الله الله اکبر گویید، تمام. قصاب ها از الله تعالی ترسید. مردم آمده از گوشت شما میخرد، روز قیامت پرسیده میشید. هر یک فرزندی که عاقی پدر میشد، هر یک آدمی که لقمه حرام میخورد، شما هم دست دارید، شما هم در این گناه شریک هستید. وقتی که خودتان بینماز هستید و قاعده بعض قصابای من گفتم یک دو سه گفته میکشتیم بسم الله بجاش. تاجیک دعوای اسلام دارد، نام الله تعالی رو نمیگیرد در وقت قربانیش، او خورده نمیشه و گوشتش، اون گوشت حرام است. بنابراین از الله تعالی ترسید. و به هر حال وقتی که میبینید که جامعه ویران است، 90% مردم وقتی که از دین دور است، در این حالت احتیاط کنید. از قصاب نمازخوانی شناس گیرید در این حالت. والله تعالی اعلم. بسیار خوب همین چیز مردم درک میکنند این لحظه ها. شما بارها نیز در برنامه های قبلی هم گفته گذاشتید. اما اگر میدونند که قصاب نمازخوان نیست، یعنی میشناسند اون قصاب را، به نماز نمی آید، نمازخوان نیست، لیکن در دولتی گویا به نام مسلمان است، احتیاط بهتر است، چون که اختلاف است. مسئله قصاب بینماز اگر بسم الله الله اکبر گفته کشته باشدم، مسئله اختلافی است. یعنی بعضی علما خورده نمیشد میگن گوشتش، اگرچه مثال بعضی ها سبک گرفته مادامی که مسلمان گفته دعوا کند و مسئله تاریک الصلات رو برمیگردد، مسئله کلان است. بنابراین خطر دارد، احتیاط کنید برادران، از آدم نمازخوان گوشت خرید. بله.